حاج آقا شمایی؟ به به، چه دم و دستگاهی، عجب باقی، عجب ویلایی، بیت المال خوب بهت ساختن ناقلا. چید باغ ویلا؟ کدوم باغ کدوم ویلا؟ اینا همه تبلیغات دشمنه، میخوان چهره منو خراب کنن. حاجی گرفتی ما رو تخت خوابیدی، آب پرتقال دستت، بعد میگه تبلیغات دشمنه. ای بابا. چی اینجا بده والا، من تو خونم روی زیلو خوابیده بودم، داشتم رساله امامو میخوندم. یه دفعه خوابم برد، بلند شدم دیدم اینجا دشمنای نظام منو آوردن اینجا. برو دایی تو بیچاره کن. اون تابلوی اون بالا رو چی میگی؟ نوشته باغ سدیدی. ای بابا چه ربطی داره؟ مگه هر کی سیبیل داشت بابای توه؟ این همه صدیقی تو ایران هست. از اونجایی که من خیلی ولایت مدارم، دشمن جنگ ترکیبی رو من پیاده کرده. اول امضامو جعل کرد، حالا منو پرت کرده وسط این جهنم زوزار. چرا اینجور دشمنا همش سراغ شما میان؟ به ملت که میرسه دشمنا جیبشون رو میزنن، به شما که میرسه باغ به نامتون میکنن. نگران نباش فرزندم، الان میگم بیان تو رو هم ببرن یه باغ ناناز به اسمت کنن. برادرا بیاید ایشونو ببرید تو باغ، یه حال اساسی بهشون بدید.